امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین صحبت تلفنی انجام دادند. در آغاز مذاکرات سرور دولت ما از نام مردم و حکومت تاجیکستان با پرزیدنت فدراسیای روسیه برای دستگیری و کمک بشردوستانه از جمله با واسطه‌های تستی و دیگر لوازمات طبی در دوران برای همه دشوار عرض سپاس نمودند. به این مناسبت پرزیدنت تاجیکستان اهمیت عملهای مشترک مینبعده را جهت رسانیدن مساعدت فوری به یکدیگر تاکید کرده ابراز داشتند که در این روزهای وزنین ما باید چون پیشتر همدیگر را دستگیری نماییم. ضمناً جانبها اطراف وضعی در پس منظر خطر پنهشوی فرامرزی پاندمیای کرونا ویروس در هر دو کشور به عمل آمده مبادله اطلاع انجام دادند. پرزیدنت تاجیکستان با تلاش‌های سروقتی رهبریت و حکومت روسیه در جاده گرفتن پیش راه پنهشوی ویروس سرایتی خطرناک بهای بلند داده متانت طبیبان روسیه که در جبهه اول مبارزه با پاندمیا در داخل کشور و بیرون از حدود آن قرار دارند، همچنین چاره‌های در کشور جهت حفظ اجتماعی اهالی اندیشیده شونده را بخصوص قید کردند. اظهار اطمینان کرده شد که روسیه دوست با تکیه به اقتدارهای خویش این سنجش جدی را نیز پس سر خواهد کرد. در هفته صحبت پرزیدنت ها یک قطار مسئله های جاری همکاری دوجانبه و حل طلب شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه را بررسی نمودند. روسیه امروزها شریک اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان می باشد. وابسته به این پرزیدنت تاجیکستان جریان رشد با استوار حجم مبادله مال را میان دو کشور در سال گذشته و سه ماهه سال جاری و ضرورتی در آینده نیز نگاه داشتن این روند مثبت را به طور خاص تاکید کردند. همچنین به مهمیت ادامه هماهنگی تلاش‌های جانبه‌ها جهت تطبیق لایحه‌های مشترک در چارچوبه همکاری‌های فرهنگی و گومانیتاری اشاره کرده شد. ضمن محاکمه مسائل مبرم ساحه مهاجرت مهنتی سرور دولت ما اقدام جانب روسیه را جهت برای مهاجران مهنتی فراهم آوردن شرایط مساعد برای تمدید مهلت بودباششان در کشور به طور مثبت ارزیابی کردند. در جریان بررسی مسائل‌های بین المللی و منطقوی اهمیت کلیدی تحکیم منبعده همکاری در ساحه امنیتی تاکید گردید. در این ضمن جنبه‌های مبرم همکاری‌های نظامی و تکنیکی و جریان رشد وضعیت در افغانستان اینچنین ادامه شریکی ثمره‌بخش در چارچوبه سازمان‌های بین المللی و منطقوی مورد توجه خاصه جانب‌ها قرار گرفتند.